Салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳу. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. устод дар бораи садақа мехостам як савол диҳам ва боз як савол дигар дар бораи дигар чиз, агар имкон бошад, иҷозат бошад. بفرمایید. устод дар бораи садақа, оё фақир мехоҳад ки садақа кунад, яъне ки имконияти ҳамун надорад садақа кунад, ки мехоҳад садақакун бошад, ба хотири Аллоҳ ҳамчун садақакун бошад. чӣ хел вай чӣ имконият дорад ки садақа кунад, чӣ хел садақа кунад, оё имкон ҳаст ё нест? بله. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که صحابه ها را به صدقه امر میکردند، شخصانی که چیزی نداشتند میرفتند به بازار، اون جایهایی که مردکار بازار هست کو، میرفتند نفساشون به اجاره میدادند، یعنی به معنایی که کار دیگرها را اجرا میکردند و یگان درهم به دست می آوردند و همون رو صدقه کرده بعد بیگاهی آمده خواب میکردند که همین فرمان پیامبر صلی الله علیه وسلم علل خصوص مسئله صدقه. برای چی در مسئله صدقه وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم ای مردم صدقه کنید گون همه صدقه میکرد؟ برای آنکه صدقه کنید که الله تعالی عوضی زیاد میدهد. وقتی که شما صدقه کردید الله وی بر میگرداند، الله تعالی وی قرض نامیده است. در قرآن کریم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، الله تعالی به صیغه عجیب سخن کرد و تمام سخنهای الله تعالی عجیب است. کی به الله تعالی قرض میدهد سپس الله تعالی آن قرض را چندین کرات زیاده کرده برگرداند؟ یعنی کی به الله تعالی صدقه میدهد نگفت، کی به الله تعالی قرض میدهد. الله تعالی محتاج نیست، بلکه همین به یک شخصی محتاج برای پیشروی دین به یک جا خیر میکنید که به مردم فایده رسد، اون به الله تعالی نیست. لیکن الله تعالی کی به الله تعالی قرض میدهد سپس الله تعالی اون قرض را چندین کرات زیاده کرده برمیگرداند. گفت اون قرض است، قرض برمیگردد. الله تعالی با وعدش خلاف نمیکند. یک، الله تعالی نمیمیرد که مثلا قرضت دو رفت و مرده ماند سوزید. الله تعالی بانکرات نمیشد که خواطری داشته باشید. الله تعالی خیانت نمیکند. وقتی که صدقه کن گفت که به الله تعالی قرض میدهد سپس الله تعالی چندین کرات زیاده کرده برمیگرداند. گفت بنابراین صحابه ها به این امر از نافرمانی کردن میترسیدند که گویا صدقه ندهند، گویا به وعده های الله تعالی و به وعده های رسول الله صلی الله علیه و سلم گویا باور نمیکنند. صدقه نکنید گویا در قرارت قلبتان همین خیلی باوری نیست که الله زیاد نمیکند گفتگی برین. بنابراین در حال خسته صدقه میکردن. بنابراین ابن القیم رحمت الله علیه از عمر ابن الخطاب روایت کردن که روایتی رو ذکر کردن که حضرت عمر میگفتن که عملها به عین خود فخر کنی کرده است، مباهات، یعنی من بهتر و من بهتر. فقالت الصدقه انا افضلکم، صدقه گفته است که من بهترین شما هستم. چون که صدقه دلالت بر راست بودن ایمانی بنده میکند. بنابراین فقیر اگر خواهد که صدقه کند، یک درهم، یک سامان، یک روبل کم باشدم صدقه کند. و این هر یک آدم باید برای خودش عادت کند، چون که هر سحر دو فرشته میفرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما من یوم الا و فیه ملکان ینزلان، یگان روز نیست مگر دو فرشته نازل میشد. یعنی هر روز دو فرشته نازل میشد. فیقول احدهما، یکی آنها میگه که اللهم اعط منفقا خلفا، یکی آنها میگه که الله به شخصی نفقه کننده ایواز ده، یک سمتیت یعنی زیاد، چندین کرات زیاد کرده برگردان. گفته فرشته دعا میکنند. و یقول الاخر، دومینش میگه که اللهم اعط ممسکا تلفا، ای الله و شخصی ممسک تلف ده. یک آدم پول گفته میبیاد نمیتید، یک جا میبیند که راهی خیر است 10 سوم دادن به دلش نمیشد، بعد بیگانه میبیاد که یا سکلدش سوخته است، یا یک گاوش مرده است، یا یک ماشینش زده است، از دیگر جا الله تعالی بسیارتر میگیرد. و اعطی ممسکا تلفا، ای الله فرشته دان به شخصی ممسک، شخصی که مال میقپد، حتی بعضی هاشون برای خودشون هم صرف نمیکنند.
برای آن تلف ده، مالاشون از بین رود. برای همین دعا یکتش در حق شما میشد. همین دو فرشته، یعنی ما هم تمام انسان ها از همین دو دعا یکتش به نائل میشیم. بنابراین کوشش کنید که خواه فقیر هستید خواه بای، یعنی به دعای فرشته نائل شد، مشرف شد که فرشته دعا می‌کند که پروردگار آدم منفق به ایواسته یک سوم دیدم منفق حساب میشد. کمترین پول اگر واقعا به درجه فقیر باشه که هم یک سوم هم نداری که خیر کنی، در این حالت والکلمت الطیبه صدقه، سخنی نیکم صدقه است. اگر سخنی نیکم گفته نتانی، شر و بدیت از مردم نگاه دار، همینم صدقه است. گفتن پیامبر صلی الله علیه و به مردم ضرر نرسان، عقل با زبانت با دستت مردم رو اذیت نده، انا همینم صدقه است. گفتن